همین من وقتی میشنم ولایت سوخت، ولایت ختلان، ناحیه خراسان، ناحیه کوشانیان، هرچی خرسند میشم، هرچی بسیار زیق میشه. شما نگه چرا ولایت سوخت داشتن زیق میشه؟ بسیار زیق میشه. چرا بگه؟ چون که سوخت این قدر نبود. سوخت 100 برابری بود حدودش. خراسان ما یک ناحیه خشک خردکه که خراسان بگیم، خراسان نیمی دنیا بود. از زمین که سر کرده تا مشهد و اصفهان خراسان. ختلان اینقدر نبود، ختلان نیمی جهان بود. کوشانیان این یک ایمپری جهانی بود. ولی با یک شهر، یک ناحیه رو بگیم کوشانیان. چرا خیلی است؟ یعنی ما میگیم این سوخت نیست، این پاره از سوخت است. این یادگار از سوخت است. اون ناحیه خراسان است. این یعنی بنامی شما اگر یکان جدی بزرگوار داشته باشه، همین بچه که میگی بنامی همون بابای بزرگم همیرم نامش گذاشتم. بنابراین یعنی این خراسان و سوخت و کوشانیان که ما داریم به این معناست که این یادگار از اوناست، نشانه از اونا، نام از اونا. برای این تاجیکستان ما یک موزه تاریخی از اونا هست. ما به خاطر اونا کم کم این نام‌ها گذاشتیم. به خاطر گرامی داشت سوخت و ختلان و باختر و خاور. حالا بینید که یک شهرک پسیوکه مرکز ناحیه رودکی میگیم پسیوکه سامانیون بیادی همون دولت بزرگی سامانیان. از این رو من میگم وقتی که همجا سامانیان، ما همون سامانیانی 3 میلیون کیلومتری مربع پیش رو میارم، برای هم میگن که نه احساسی میشه بگو که او سامانیان چی بود؟ همین میگیم سامانیان. یعنی که این یک نشانه از سامانیان، یک ذرهک، یک یادگاره. از این رو این وطن دیگه جای باختن نداره، جای گذشت کردن نیست، جای سپردن نیست، جای فروختن نیست. این آخرین چیزی است که در دست ما مانده است، همین 1% حدودی تاریخی ما. اگر بازم برای بچه‌های جوان گیم، فرض شما اگر 100 سامان داشته باشه، 99 سامان و 50 درمش گم کنه، این 50 درمش مانده است. شما وقت میفهمید که چی از دست رفته است، میگه ایش دیگر نمیتونم، ممکن راه پولی میتونم. بنابراین این اینقدر عزیز است همین کشور، اینقدر مهم است برای ما، همچون آخرین نشانه از تمام همون بزرگی تاریخ و تمدن و فرهنگ و جغرافیای ملی ما. میگیم که تاجیکستان آخرین پاره است که از همون قدرت ها در دست ما مانده است. آخرین جزیره است که از قدرت ها و جغرافی های بزرگ ملی در اختیار ماست. و این آخرین شانس ما، آخرین امکان ما برای باقی ماندن همچون دولت، همچون ملت. پس وقتی در این سرود ملی به همون لحظه میگیم که تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای، همجا باید هم خیلی وجودمون با حرکت داره که بله تاجیکستان تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای. از همون قدرت های بزرگ، دولت های بزرگ، تمدن بزرگ هر چی داشتیم، یعنی تو آخرین نشانه ای. برای هر بار سرود ملی صدا میدم، جوانای ما همین لحظه را اگر تصور کنن، همین یک بیعت با وطن میشه که ما تو را حفظ میکنیم، چون که تو از امید رفتگان ما نشانه. خب حمایه و حفظ تاجیکستان دیگر مسئله فرهنگی و سیاسی نیست، این مسئله حیاتی است، مسئله بود و نبود ماست. همین بودن و باقی ماندن ملت تاجیک
و بودن و باقی ماندن تاجیکستان به هم پیوست است. اگر همین کشور، همین یک فایز هم از دست رود، همین ملت در دوم این رواندهای بزرگ دلبری حزم شده میره. از همین رو وقتی میگیم که این آخرین پناهگاه هست، معنای نه تنها سیاسی تبلیغاتی داره، معنای دقیق فیزیکی و حیاتی داره. حاضر وظیفه استراتژیمون حفظ همین چیزیست که ما این از دست رود.